درود فراوان. سلام دوستان اغلب صافی بنزینا رو ما میایم عوض کنیم، میبینیم نفر قبلی سیم مفتولی بسته. خب حالا کار خوبیه اگر واقعا در اصل باید اینا عوض بشه. حالا بعضیا برای خاطر جمعی که مردم اذیت نشن، مشتریشون اذیت نشه، سیم مفتولی میبنده. چرا؟ چون اینا پلاستیک، زمانی که ابزار کار با ابزار اینا باید کار بشه، با انبر گیره صافی بنزین، اینا زمانی که میخوای کار کنی حتی بعد 2-3 مرتبه اینا رو بالا پایین کنی، بعد فشارش بدی جلو، بدی عقب. حالا این بس میزنه بیرون، چیکار کنیم؟ یک پیشگوشتی برم پشتشو پر میکنه با انگوش، اینو یه خورده برمیگردونیمش. نگاه کنه این قشنگ میگیرم، یه خورده برمیگردونه، بستا میاد جلو. این دیگه هیچ سیم مفتول اینو میخواد. نگاه کنه قفل شد. این هم تستش. اینا رو ما اضافیاشو باز میکنم. ممنون از نگاه زیباتون.